یعنی همین جمهوری که ما گفتیم یک فایز است از خاک تاریخی، همین را با آسانی ندادن. یعنی تقسیمات سال 24 وقتی شما ارخیو نگاه کنید، خیلی نیست که یک فرمان باشه جمهوری تاجیکستان تأسیس شود، تاجیک‌ها صاحب دولت مرحمت، این هیچ وقت نشده است. 10-11 قرار هست. در هر قرار یک ناحیه، یک شهر، یک ولایت دادن. بنابراین اگر خیلی کوتاه اگر بیایم در همین ارخیو حدوداً 11 قرار است. ببینید در قرار یکمی تقسیمات آسیای مرکزی، خصوصا که آسیای مرکزی بین قرقیزها، ازبک‌ها و ترکمن‌ها تقسیم شود. تمام. نه نامی تاجیک است، نه نامی دولت تاجیکستان است، اومد مثل چیز با امضای لنین هست. نه در ارخیو است. چون من درباره سرحدها کار میکردم همین سال اخیر، سال حجت‌ها دیدم که و توجه کردم که تاجیکستان چقدر تأسیس شده است. این همین من همچون گویا کسی که اینقدر گپ میزنم همین را نمیدانستم. من بعد همین تحقیقات در ارخیو دیدم، بعد شوک شدم که یعنی این چی خیلی شده بوده است. خیلی نیست که با یک فرمان تاجیکستان تأسیس شده است اصلا. یعنی اول هیچ اجازت نبود که تاجیکستان تأسیس شود. بعد تلاش نصرتالله مخزوم، قهرمانای نصرتالله مخزوم وقت رئیس کمیته انقلاب بخارا شرقی بودن. خلاصه میگه که آخه تاجیک هست، همخه ملت هست، همخه سرزمین هست، این تاریخ دارد، این سابقه دارد. بعد میگه که نیست پان ترکستا اعضای کمیسیون تقسیمات، میگه که نیست که ملت، نیست که فرهنگ، نیست که تاریخ. بعد همین نصرتالله مخزوم میگه که من نشان میدم جایی که حتی یک تا غیر تاجیک نیست. بعد همین نویه مسچو، نویه رشت غرب خود چیز بکیگری قراتگی بود، بعد غرب میگفت. من نویه درواز همه رو میارد میگه ببینید در همین 3 نویه حتی یک تا غیری تاجیک نیست. بعد کمیسیون میگه که حد بیام یک ولایت تاجیکستان اجازت میتیم در ترکیب همین 3 ناحیه. بنابراین اولین بار تاجیکستان من در با نام ولایت تاجیکستان در حدود ناحیه مسچو، رشت، وادی رشت و درواز تأسیس شده است. مای سال 24 این در ارخیو قرارش است. سوم که وقتی که امی اساس شد که یک ولایت تاجیکستان در ترکیب یک کشور دیگر تأسیس شود، همین اساس شد که بعد نصرتالله مخزوم کمی دیگر تلاش کرده کلاب و قرغان تپه را گرفتن. این در قرار 4 داده شده است. اما در قرار 5 پنجکند و اروتپه را دادن. همین قرار تأسیس جمهوری اتونومی تاجیکستان در بایگانی است. شما ببینید از 2 بند عبارت است. بند یکمش میگه که جمهوری مختار سوسیالیستی تاجیکستان تأسیس شود. بند دومش میگه که ولایت اروتپه و پنجکند با آن همراه شود. یعنی که نبوده است چیزی که باشه چه دیگه همراه شود. این 5 قرار. در قرار 6 بدخشان بود. وگرنه بدخشان نمیخواستن که ولایت روسیه کنن. چون که روسا در سال 1904 بدخشان رو پورا گرفته بودن. برای میخواستن نتیجه نمی باشد. بنابراین 2 ژانویه سال 25 بعد بدخشان رو هم دادن. یعنی بدخشان دادن، بعد ولایت تاجیکستان کردن جمهوری اتونومی تاجیکستان. فقط در قرار 7 بعد همین خوجند گرفتیم. 6 سال بعد تأسیس جمهوری، یعنی جمهوری تاجیکستان تا آخر سال 1929 خوجند نبود. این در ترکیب ولایت سمرقند ازبکستان بود. سال 29 و مجبور کردیم اخیر
بزرگا موفق شدن خوجند گرفتن و اون سال 29 اسفرا و کنی بودون گرفته شد و سال 29 قرار تاریخی درباره از جمهوری مختار به جمهوری شوروی تبدیل شدن شد. همین گونه دولت تاجیکستان با وجود آمد و سال 91 استقلال. انا ببینید همین 10-11 قرار، حتی سال 29 یک قرار دیگه هم بود که ولایت سریاسیا رو دادن، ولی بعد 13 روز باز قرار نو برآمد گرفته گشته دادن. یعنی ولایت سریاسیا 13 روز حدود تاجیکستان بود. خب انا ببینید همین چرا ما تاریخ را نمیخوایم نقل کنیم، ما میخوام ببینیم که همین کشوری کوچکی که ما میگیم 1% خاکی تاریخی ماست با همین خیلی مشکل گرفته شده است. بزرگای ما مثل نصرت الله مقصوم، شیرین شاه شاه تیمور، استاد عینی، عبدالقادر محیدین، فینا این زمین رو دره به دره، دهه به دهه، شهر به شهر، نویه به نویه، ولایت به ولایت کنده گرفتن. حق خودشون بود. یکی از دهن دشمنان دولتداری ما کنده گرفتن. از زمین رو وقتی میگیم که امین نصرت الله مقصوم قهرمان تاجیکستان، یک اون گپ و اون تبلیغات و پروپاگاندا نه، این قهرمانی بگیم پدری همین تاجیکستان، مؤلف همین تاجیکستان، شیرین شاه شاه تیمور، نصرت الله مقصوم و اینا در همین رو کشته شدن. و این صحیفه فیسبوکی من در آید من حکم قتل نصرت الله مقصوم نسخه‌شو موندم. همونجا نوشته است که این استقلالیت میخواست برای اون کشته شد. این نوشته است همونجا در حکمش که گناهاش نوشته است که گناهش همین که زبانی تاجیکی میخواست، استقلالیت میخواست، کشته است. در اون وقتی گناهش صبح بشه لازم ما میگیم این قهرمان بوده است، چون که برای همین گناهش کشته شده است. و شیرین شاه همین خیلی شیرین شاه مکتوبایی که به استالین نوشت در اونجا نوشت روی روسکی من خیلی حق تاجیک‌ها گرفته شده است و اون مکتوب‌ها را معلوم بود که برای خیلی مکتوب استالین میکشه دادن، یعنی که به جانش بازی کرده میکنه است. و چیزی که برای شما جوانان بسیار مهم است من میخوام تاکید کنم که هم خیلی چشمای پوشیده فکر نکنید که شیرین شاه شاه تیمور یک شخصیتی کلانسول یکون موسفیدی سیاستمدار نه. شیرین شاه شاه تیمور از اکثر شما هم جوانتر 24 ساله بود از روبری دولت. حالا که 33 سالگیش ده گرفتن در وظیفه، 37 سالگیش ده کشتن پروندن. اینجا که 37 ساله بساله هست یه بکش نیست؟ این شما 37 ساله یک بار خزیده این شیرین شاه این قبوله التباس بخشش. چرا اینو میگم؟ چون که یعنی که شیرین شاه شاه تیمور یک جوانی تاجیک همین قدر غیرت، همین قدر جسارت، همین قدر روحی ملی داشته است. اگر همین 2 نفر 3 نفر تلاش نمیکردن دولتداری تاجیکان برای ابد نابود میشد. همین 1% هم که جای لابراتوری دولتداری تاجیکان مونده است همین هم میرفت. بنابراین همین بچه جوان در 37 سالگیش الان که پروندن شد حکم دادن همچون ملت پرست و دولت استقلال خواه. بنابراین تصور که اگه موسفید کرده سی کاره هر جوانی تاجیک. نصرت الله مقصوم هم وقتی کشته شدن، وقتی از وظیفه رفتن تقریبا 45 ساله 46 ساله بوده است. وقتی کشته شدنش 51 ساله بوده. این از من جوان بوده است. این موضوع فقط گپ میزنم هیچ ای دست رو نمیبیم. او دولت رو از همون دهانی پانتورکیزم و دشمنانی دولتداری کنده گرفته سخت است. بنابراین اونا چقدر گرده های بزرگ داشتن. این من میخوام که اون شخصیت قهرمانا رو واقعا تصور کرده تانیم، نه اون چیزی ایدئالیزاسیون وای کنیم. برای من من دیروز یک نفر التماس کردم که امی بیا رویم امی دریای سیرده، همون جزیره ای که تیمور ملیک در اونجا جنگ کرده یک بار بینیم.
حتی من دیدم که تیر چقدر میرفت است و همین فسیلش چقدر کشتیش در کجا ایستاده. همین شما را اینجا بینید. در کتابو میگه تیمور ملیک در بین دریای سیر یک جزیره بود، از در اونجا ایستاد با دشمن جنگید. اما جزیره نه چند متر از شما، اگر شما همونجا رفته بینید واقعا جالب میشه. یعنی قهرمان ها را کم ترک همچون واقعیت ادراک کنیم اگر بسیار مهم میشه. خب بنابراین شیرین شاه و نصرت الله محسوم تا همین قدر مردای جوان و همینقدر بزرگ بودن و اونا توانستن که حداقل همین کشور هم یک فایزه کنن گیرن.